قرآن میگه ملائک قبض روح میکنه برش میگه فیما کنتم، کجا بوده؟ الم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، و اظهار عذر خدا میکنه ما بسیار ضعیف بودیم، کمزور بودیم. اینجا میبینی که قانون کفری است. ما را در نماز نمیماند، در جماعت نمیماند، در حجاب نمیماند. خب نمیماند، از همین مملکت بودی یعنی که از جای دیگه آمده ای. در این مملکت هم که باشی، جای دیگه آمدگی را بگذار. در این جمع که تو باشی ملائک برش میگه واخ میگه که مستضعفین فی الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه، آیا سرزمین الله فراخ نبود؟ فتهاجروا فیها، که شما هجرت میکردید در روی زمین، یک جایی را مشخص میکردی، انتخاب میکردی که در اونجا احکام الله را آزادانه عمل میکردی، در زیر سایه اسلام تو زندگی میکردی. چرا حرکت نکردی؟ چرا میتور باقی ماندی که اسلام توهین میشد، تحقیر میشد، استهزا میشد و تو هنوزم نشسته ای؟ این در صورتی که امونجا ولو که امونجا اسلام آورده باشی، بعد از اینکه حالت احکام اسلام عملی کرده نمیتونی، تو بعد هجرت بکنی. اگر نکردی برش گفته میشه فاولئک مأواهم جهنم. این مردمایی که اونمونجا نشسته توهین و تحقیر آیات الله میشه، احکام اسلام به وجه درست عملی کرده نمیتونه. این مردمایی که حرکت نمیکنه، در سرزمینی نمیره که در اونجا احکام اسلام آزادانه و مستقل عملی بکنه، الله میگه فاولئک این مردما مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم است. و ساعت مصیرا، خیلی بد است این جای بازگشت جهنم. بله الا المستضعفین، کسایی که در مکه بودند در زمان پیغمبر اسلام که هجرت کرد، با جز از بچهای خرد، زنا، پیرایی که راه رفته نمیتونست، راه بلد نداشت و مستثنا شده بودند. دیگه کسی که هجرت نمیکرد ولو که شو تا صبح تهجد میخوان، ولو که روز تو میگوره روزه میگرفت، دلش سر مسلمان ها درد میکرد، مسلمان شمرده نمیشد. قرآن میگوید فاولئک مأواهم جهنم. امروز تو از این جمع خیزی میری در دار کفر، خدا دگیری از دو میدی که هر ناز و نخره که میکنی سر ما بکو، من خدا بری تو تسلیم کردم. این دیگه شرط و شرایطه که اونجا کدام قانون سرت میپذیره، دستی سری کدام چیز میمانه، چی تعهد است پیشت میگیره، این جزئیات به من معلوم نیست، هر کس خودش میفهمه. چون جا کدام گپ است؟ یک حکم اسلام تو را اموجه منکر قوانین اسلام میسازه نه؟ در اینجا ادنا حرکت کرده نمیتونی، قسمم به کتاب خودت میده، به قرآن میده یا به الله برات میده. چرا اینطور کار میکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انا بریء من کل مسلم، ما بیزار هستم از هر مسلمانی که یقیم بین اظهر المشرکین، که اقامت میگزینه در بین مشرکین، در پیش روی مشرکین. قال یا رسول الله، صحابه سوال کردن ای پیغمبر الله لما، چرا تو بیزار از اینطور مسلمان هستی که در بین مشرکین زندگی میکنن؟ پیغمبر علیه السلام میگه لا ترى ناراهما، باید لا ترى ناراهما، باید دیده نشوه آتشای اردو یکی آتش دیگر را نبینه، اینقدر دور زندگی بکنه. چرا؟ نزدیکی زندگی با کسی کردن اثراتی و مردم، اخلاقی و مردم، فرهنگی و مردم سری تو تاثیر میکنه. خود به خود تو گرویده از او میشی. امروز هر چقدر نعوذ بالله به نظر مردم عزیز و عالم شده، هر کس که می الله از کجا میزنه؟ از غرب میزنه. امو خوردن، امو نوشیدن، امو حالت یاد گرفته ای. و حدیث دیگر هم براتون گفتم که رسول الله گفت لا یقبل الله، الله قبول نمیکنه عز وجل من مشرک بعد ما اسلمه، از اون مشرکی که پس از او اسلام آورده عملا یک عملش هم الله قبول نمیکنه. او یفارق المشرکین الی المسلمین، تا ای که جدا شوه، جدایی اختیار کنه به سوی مسلمانا و مشرکین ترک بکنه. کسی که یک دفعه مشرک از اسلام آورده و مشرکین باز نمیگذاره، الله متعال یک عملش قبول نمیکنه. خیر چطور که از این جماع حرکت میکنیم میرویم؟ قانون داره، قانون. تو را به الله قسم در وقت نماز دکانی تیلا کرده میتونی؟ نمیتونی. قانون داره، یک دقیقه ایلا نمیتونی. کجا نماز خدا میخوانی؟ چه قسم میخوانی؟ بله. والا اینجا زندگی ناممکن است، همین قدر مخلوق ممکن است. تو خب خانه قوی هم داری؟ اینطور کسایی هسته که خانه کرایی است، خانه کرایی یک هزاری است سری کو، از خشت خام است، هیچ چیزی الله نداره، میایه دینمی چوکی کوتی سنگی استاد است، هر طرف سعی میکنه که کسی پیدا شه ایره د مزدورکاری ببره. لیکن تو جناب دکان داری، وظیفه داری، موتر داری، خانه داری،
او آدمی که غریب است و نرفته، تو رفته ای جناب. خو خیر است، امروز به من عذر پیش کرده میتونی، بهانه میتونی، بسیار دلایل گفته میتونی، لیکن سبا روز پیش الله متعال رفته نیستی، پیش الله چی جواب داری؟ اونجا باز جواب میگی. ما به دست خود نعوذ بالله در گیر کفار نمیدیم که واسر ما نازای خود بزنه و ما را حقیر بدانه، ما را فقیر بدانه. الله عزت داده به مسلمان ها. امی جنجالا که پیدا شده هر قدر بزنیم، امو سری رسوان در دست خود مسلمان است. چرا؟ مسلمان دین خود معزز نشمرد، به قرآن حدیث رجوع نکرد، قانون قرآن و حدیث سری خود تطبیق نکرد. اگر قانون قرآن و حدیث سری خود تطبیق نکرد، متفق می بود، یک دست می بود، یک مشت می بود، هیچگاه نه غلام شرق نه غلام غرب می شد، نه گرویدی از وا می شد. امو قسم که اول الله عزت داده بود اسلام، امروز امو طور عزت به مسلمان میداد، ولی با تاسف که ما رسپانه اعلا کردیم، دین خود سر عزیز نمیدانیم، سر دین خود ناز نمی کنیم، قانونی که الله برای ما روان کرده و سر خود تطبیق نمی کنیم، دنبال دیگه چیزا دویده رایستیم و منجر به این حالات شده. الله متعال بکنه که ما درک بکنیم که محض رفتن به اروپا سبب نجات ما نیست. جوانا خیلی بعضی اوقات از اونجا برای شوالا میگه که بیایه شما خوب فکر بکنی، خیر است از گرسنگی اینجا بمر، لیکن اونجا رفتن که سبب تباهی ایمانت میشه، اخلاقت میشه، از این باید بسیار بر حذر داشته باش خدا، به خاطر که این دنیا تیر شده نیست، اما آخرت انسان خراب نشه.